حالی که شما گفتید بله از کودکی خاصتا خودم با همین ترس جن کلان شدیم. سبحان الله، ترس تاریکی و سیاهی و نمیدونم چی بالا. همین استاذه فهمیدم که همین جن فقط با تقوا ضعیف می شود و چقدر که رابطه ما با الله خوب باشد و نزدیک باشد. چقدر کنیم استاذه که همین رابطه همون با الله نزدیک شود و تقوای همون زیاد شود؟ خواهرم درباره رابطه با الله نزدیک شدن پیش از همه باز همون جنگ درونی هست که انسان باید با وسوسه های شیطان بجنگد. یعنی شیطان همیشه، یعنی خداوند الحمدلله به من و شما عقل دادگی است، بصیرت داده است. خیلی هر راهی که شیطان به ما زیبا نشان میدهد باید با اون بجنگیم. یعنی در اینجا اولا البته پناه به الله و باز عقل رو هم کار فرمود که این چیز ما رو به کجا میبرد. دوم الله چی میگوید؟ انما یخشی الله من عباده العلماء. علم، انسان با علم میتواند صاحب تقوا باشد، اما علمی که با آن عمل میکند. چقدر که شما با علم الله را شناختید، الله محبتش در قلب شما، ترس الله در قلب شما جا می شود. شما از یک نفر زمان می ترسید که آن را خوب شناسید، با یک نفر زمان محبت صمیمی می بندید که او را خوب شناسید. و این برای شناختن الله باید ما علم داشته باشیم. و این چنین برای شناختن شیطان، وسوسه های شیطان، راه های نجات از شیطان هم باید علم داشته باشه. و علم وقتی که در شما، یعنی علمی خالصانه به خاطر الله هست، شما برای شناختن الله، شناختن پروردگارتان، نجات خودتان آموختید، شما هرچه تقویتان زیاد می شود. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون از جهت عمل است، از جهت تقوا هست، از جهت عزت است که اون که میداند و نمیداند فرق کلان میکند. و من همینجا ام عایشه حاضر گفتم که من شخصا سبب اساسی زیاد ترسیدن مردم ما از جن رو در بیسوادی مادران میبینم. در بیسوادی مادران میبینم که از خوردی خودشان هم از جن میترسن، کودک رو هم ترسان چک. این خیل نکن جن میآید، این خیل نشو جن اومد، در خوابش جن اومد، جن این انا گفته سودن که جن با او خاندار شد، جن فلانی رو کشت. با همین گونه قصه ها جن رو ما دیگر ببخشید مقام معبودی هم برآوردگی هستیم. انسان باید با سواد باشد و این مخلوق رو شناسد، رابطه‌اش رو با الله قوی کند، با علمش، با آموختن. و به علم و با سوادی انسان به یگان راه رفتن نمیتواند. تقواهای دروغین یک مدت میکند، پس از خصوصا انسان های با عالمان هم جن و شیطان تاثیر خودشان رو دارن. انشاءالله درس دیگر قصهش رو میخونیم. ولی به بیسوادا خیلی زیاد است این چیز. یعنی برای از این چیز خود را دور کردن و رابطه ها رو با الله قوی کردن، خواهر رو برگردید به کتاب و قلم.